برای تو میخرم اسبی سیاه بابا تا کوچ خیلی آوازی اسب کو اسبی سیاه بابا تا میشه دخترک جنبون دنیا قدیمت تا جنبون که ایلهم مفتونی تنت تا کوچ خیلی با درش خیلی بود با یگان حافظه زنگ زده با او اظهار محبت کنه با خدا مشکل زن کلونو اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتان رو زیاد کردن میخواهید در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید پس به شما گیاهای طبیعی صاف سودا کمک میکنند دستافکا به مسکو و سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه رقم ها در زیر نوار و روی اکران سلام بینندگان عزیز مخلصان برنامه 10 شرط از کانال توجیکوم گروپ مهمان نوبتی برنامه ما هستند آوازخوان شناخته آوازخوانی که با ترانه های عاشقانه‌اش میان ما و شما مشهور است ایلهام مرادوف سراول مهمان خود را به استودیو خوش آمدید میگوییم و رحمت میگوییم که دعوت ما رو پذیرفتند در برنامه ما این لحظه ها اشتراک دارند. خب شرط برنامه ما اگر شما در سامانه اینترنتی ما دیده باشید 10 قطعه در اینجا جایگیر شده است در هر قطعه یک شرطی است و شما هر قطعه رو کشیده همون شرط رو خوانده با قدر امکان اجرا میکنید بهره مخلصان خود بهره بینندگان برنامه ما اگر آماده باشید برنامه رو شروع میکنیم موده روی میلیون مرمت فرق ندارد کدام میشه که به شما معقول است خیلی اغلا رفتن میگیریم لیکن ما خونده سوز نمیکنیم از یکون چی؟ بلند از یکون ریپری چیز؟ تو خونتو نوشته از یکون ریپری مشهور یک ریپ خونید دانی آیا ریپری مشهور ریپ خون ایلهام مرادوف قائل کرد که خوب خوندن نمیتونسته است مکتب نخوندیم مکتب خوندن گریخته معلومات داشتم زواجنی مکتب زواجنی انا از ایلهام مرادوف خواهش میکنیم که یک ریپ از یگان ریپ سرای مشهور ریپ سرو ریپو چه خیلی سراینده ای که سرودهای عاشقانه میخواند من برای شما مخلصان عزیز ریپ میخوانم ریپ بخونم ریپ یا ریپ کنیم دخترک جنبون دنیا قدیمت تا جنبون که ایلهم مفتونی تنت تا بچه خیلی با درش خیلی بود دخترک جنبون دنیا قدیمت تا جنبون که امسیشون مفتونی تنت تا نمکشم ایدونو من زیاد میتونم دیگه شما میتونم بهترین است چگونه که بینندگان عزیز دیدید آوازخوان استرادا نیز به هر حال کوشش کردن که 4 مصرع ریپ برای شما سرایند از شرط اول فکر میکنم که از عهدهش برآمد زنده باشی چه دیگه رو میگیریم دیگه شو بگیرم خیلی بیاین اقل بریم اوپا سمعی نزنیم بلند خونه که با حجی و نیگارو بجوب خان زنگ زنید که امروز روزی چیز ایدی کادو بود با همونجا رفتی زنگش بزنم زنگ تلفونی ما کو بجوب خان تلفونو با بجوب خان یکی از حجی و نیگاروی شناخته اوخی ای بیچاره کادو قیبو باید میدونی ما میدونیم که از کادو قیبو باید برای همین ما خورد نکنم مخصوصا بجوب خان رو انتخاب کردیم کنی شما زنگ زنید میدونی کادو میدونی شما ما کادو قیبو است به همین خاطر زنگ زنید کنی خورد نکنه بو خورد نکنه کنیم توکل موحدو رفتیم دیگون عروسش کم زده استایی با وجود خان
زنکالون خواهش هم میکنم ساعت 22. چی مشغوله دیگه شب گیریم تو بجوخان تلفنش کار کردن سیم خیچه رو میگیریم دیرتر بازم میزنیم دیرتر زنگش میزنیم سیمش کوچیکه پیدا بو سه نمودی خنده مجبوری سه نمودی خنده مجبوری کنی هنی سه نمود میخنده مول بیشه اسمونم سه نمود خنده نمود خنده های بریم نکن باش رفتیم دیگه های دیم باش این یکمش دیمش قبول یکم دیمش اما ساده دیگه گشتیم قایم جدا دیمش با سیمش چی خیلی بود چی خیلی بکنیم سیمش دا چی خیلی بخندیم سیمش دا اوش نمونه نباشم باید سه نمود باشه شما هنر اکتوری هم دارید در چند فیلم بازی کردید نمیستول اگر دو نمود میشید خیلی دو نمود چکردم سه نمود چکر چی خیلی کنیم نجولو سعید بخند سوزی هم اتین جای میشوه شید؟ بله از شرط سیوم بجوخانه زنگ زنید کنید بجوک زنگ بزنم در ایدی کادو اشتراک کردن کادو چند سوم بود این حقیقت کادو در کار ما را خورد میکنه بگه کادو در کار منتو کردن در کار کادو خطی کو چی میگن سلام علیکم برادر عزیز اکتور بجوک خان سلام علیکم نازی جو سوزی سلامتی خوبه برادر اری میلیون هم یک چی را پرسم راد نوی مرحمت برادر گوش کردستم و همین با تو خیلی گوش کردستم برادر همین روز چی بود ایدی کادو بود اونجا رفتی دیدی برات نه ایسر زنگ زنی نمیشه ایسر زنگ زنی کنی چی میگه بجو خان و ایسر بگین که حد کادو لازم در کاره برای منتو کنه منتو میکنه کنی چی میگه اکه بجو خان یاد کادو در کار بود اما که باید منتوی با کادو کنی قبول است از شرط دوم هم اجرا کرد سوم هم اجرا کرد مرمت چهارم خطیچه را میگیریم چهارم چی گرم باشه بجوب خانه امشب خوب نمیبرم اولی مراتشون میکنم لیما میکنم سرودی چی ملیکا کشتی باباتا امیرم خونو انا میره چهار مصره ایرا ارانجروف کشه خودم ارانجروف کشه خودت کردگی فکر میکنم که اگه مشکلی نمیکشیم خیلی نمیسه هی ملیکا کشتی باباتا صدقه میشم چلوتا چه خیلی بدوسون برای تو میخرم اسپی سیای باباتا تو چه خیلی آوازی اسب کو اسپی سیای باباتا میشه قبول است من زنده باشی چون یکی مخلصان عزیز میبینه الهام مرادوف از عهده 4 شرط به خوبی بر اومدن پنجم خطیچه رو میگیریم اگر انمی 10 شرط همش اجرا کنی چند سو میگیرن میرو مردا یک خطیچه با خود سیریوز رفتی سیسون میتی 200 ثانیه اخیر برنامه دم با یگون حرف چی حافظی با یگان حافظه زنگ زده با او اظهار محبت کنه با خود مشکل زن کلونو یعنی از زنگا میترسه به خاطر پوک زیر او سمونی یعنی که دبیرون خون نکن بله شب دبیرون نمونه نه از 5 شرط 4 شرط اجرا کردن هنرمندی Audio Jungle. بگون هنرمندی مشهوری تاجیکستان تقلید که خیلی محلو باشه تقلید میکنم خیلی هنرمندی ده که مانند باشد مشهور باشد یکی ظفر ایوبی برادر نزدیکه ظفر ایوبی ایلان جون چه خیلی نازی توی پویده ای چی
گفتم او اکای زفر هم ابو خوردیم جیبش خطی هم سلطان کاوچیز توی پویده خیلی تبره گفت با چق میکنیم خیلی باید استاد هم میخونیم های موی سرم ری های بالا پرم ری باید تر بکنه که تره در کو چگویم هی بچه هم موی سرت کو باید باید نو برورده ازی ترکنه قروتو مفوره قلمفر در قروتو عجایب مزد اورا بسه بله قبول است از عهده شرطی ششم برمیاد چه هفتم رو میگیریم ایشان موی کنم شرمنده شیری بالا بخدم چه شرمنده هم هنر است 5 دونه موی سر تا کان آه داده شما اگه جو فهمید ما موی سر نداره نمیدونه شما موی سر داره نداره 5 دونه برادرای عزیز بخشش این شرط اجرا نداره موی سر کی جوجا کنه ای براش کلمه شد این شرط اجرا کنه با سببای تکنیکی با سبب استوی سرطراش انا این شرط اجرا کردن نتونست ما اینجا بیره میکنیم انا قطیچه ایشان نمیتونم یا برامونی خدا بگیره قطعی برنامه خیلی چیزی در باشد موی سرمم اینا اوزی بقای زوتی آه در دهنی اوز بقای زوتی اوز بقای زوتی کنه پورنی ایروی میلیون ای خیلی خیلیم این شرط هم مهراب نویستگیه کبا همه خفه نشین اما 100% های میکنیم که تچخن با قای زوتی که چند ماه کنجا رفتیم خیلی ای میکنیم مدگو شما میکنیم زیب نرسه با قبول سوستر رفتیم بو بس های قبول است یک گوشگی شب گیریم انا قطیچه نخم شمدام کسی پاخدو چی؟ خب 4 مصرع سرود 6 مقام خونید برای مخلصان لوبوش همه خونیم سامانه تاجیکان گروپ برنامه 10 شرط 6 مقام گفتی ها 6 مقام من باوری دارم که شما تنظیمگر هستین میخونیم ما وقتی بچه‌های لیلنوبود هم همکاری داریم برادرها بسیار هم میرن موسیقیشون 6 مقام رو میخونیم خیلی بر 4 مصرع ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من زنده بودم مردم خیلی بود زنده بودم مردم ننین یاری یونی من نمیدونم شکرم قشنگ بدونم بشه قبوله خب اخیرون شاید آخرون شرطمون چگونه که بینندگان عزیز میبینید قطیچه 10 رو الهام رادوف میکشوین و شرط رو کوشش میکنن که اجرا کنن التماس ایش قینی بد نباشه بانو خود جرس میبرو یکون سرودی چی؟ جدایی رو گریک سرودی جدایی رو گریک اوخی ما همه سرودون گریک کرده فکر میکنم که همه شرط اوسان همیه برای که شما همه سرودون گریک کردن میخونید خیلی گریک بای باید بخونم فکر میکنم گریک سرود جدایی عاشقی که همین مخلصای همین برنامه ما راحت کنن عاشقان اینجا بسیار تماشا میکنن گیزالای بعد ایروی میلیون ها بله چی باید بخونم خب باید بسیار یکون باید ما میدونیم هر روز شما باید میکنید بیا باید کی بخونم ای ماجید بخونم چخله ماجید خارودا من میرم ولی باز تو بدون همیشه یادی تو از خاطری من فراموش نمیشه گلی من خوب میدونی به تو تک و تنها عزیزم نباشی اگر تو میمیرم من میرم ولی با تو بدون همیشه
یادی تو از خاطری من فراموش نمیشه گلی من خوب میدونی به تو تک و تنها عزیزم اگه تو نباشی میمیرم سلامت باشید و حسن خسته نباشد زنده باشی و مخلصان عزیز بینندگان برنامه 10 شرط چگونه که شما شاهد بودید انا از 10 شرطی که در برنامه بود الهام مرادف از عهده 8 شرط با خوبی فکر میکنم که برآمد صاحب چند سامانی میشود مهراب آخه سومای جا بیو رواد بوار کنی 160 تموم سامانی تاکسی را پولیم برو اومد شما تاکسی 333 برد کردید Audio Jungle. در آخر با مخلصان و بینندگان برنامه 10 شرط چی گفتنی ها دارید؟ گفتنی دارم که خداوند همی خونهشون پری گندم باشه یا سیر باشن هیچ وقت گیش نگیره نبینه همی خلقی توجیه هم وقت در پیش باشه در همه جا سرمون بلند باشه سر بلند خانه آباد باشن تمامی مخلصات تمامی آدمو در آینده نقشه داریم که در آینده نمی اوژه نمی عیازی سرش میکنیم کلیپای نو داریم با همراهی توجیکان گروه و کانال خودم الهام ارانجمنت در اومده برادرای عزیز айсид خیلی دستگیری کنین مثال همین کانالای ما را подписаться کنیم بوم айсид خیلی خواب نمیکنیم و خاطر شما همین بالا چیکو یخش میگن که تو باید فلانی را خوندی نه برادر این گپ خطا تمامی باید موفق طلب شده در کامنتاریو میگن که مثال فلان سرود پدر فلان سرود بخون مخلص ای مثال به خاطر همون میخونیم همین گپو کوشش میکنیم تو قدمانه در کلی هنرمندا همین گپو نیست شبا خوب داره سرودی فلانی را دزدیدی کسی خوب بخونه اما خیلی سرود باید گم نشود سرود باید زنده بمونه به خاطر بالچکو ناوگانی شود اگر ما سراینده نگاه کده سرودی دیگر رو نخونیم سرودای مثال سرودای کهنه را نخونیم او چیزا میمونن میروند حتما برادرای عزیز از همش ما خواهش میکنیم که همیشه درک کنین هنرمندا را نگین که این سرودی تمام ما بخونن فقط کسی خوب بخونه امر گوش کنین کدام معقول تو نیست مثلا هم گوش نکنن همین گپا را چی کنن بس کنن بار دیگر به برنامه 10 شرط خوش اومدید بینندگان عزیز برنامه 10 شرط بود از کانال توجیکان گروپ تو برنامه های دیگر تنسیت تو خانه آباد باشه иқдоми нав ай спонсори мо паримач дар силкаи зери видео буда даромада регистратсия ки дар 50 сомон ставка ки дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза самсунги a71 иштирок заряжай на лето с паримач